جونم. سلام مریم جونم. سلام مریم جونم. سلام مریم جون. سلام مریم. سلام مریم. سلام مریم جون. سلام مریم جان. سلام مریم. مریم گلی واقعا خوشحالم که اومدی سیاتل. اصلا انگار که یه چیز گم شده ای من توی ونکوور داشتم و با اومدن تو پیدا شدش و خب خیلی خوشحالم که اینجا یه دوست صمیمی آدم اینجا داشته باشه. خیلی همه چیز براش راحت تر میشه. امیدوارم منم دوست خوبی باشم همچنان برای تو و اینجا در کنار هم باشیم. اول از همه میخواستم بگم خیلی خوشحالم که تو جزو اولین نفرایی بودی که توی ونکوور باهاش آشنا شدم و تو منو با کلی تجربه های جدید و آدمای جدید آشنا کردی. از اویستر خوردنامون تا هایک رفتنامون تا بورد گیم بازی کردنامون همش کلی برام خاطره شده و یکی از بهترین خاطراتم سفرمون به شیکاگو با تو بود که از ایده تا خریدن بلیط 2 ساعت بیشتر طول نکشید و کلی برامون برنامه‌های هیجان انگیز چیده بودی، از رفتن به بزرگترین استارباکس شیکاگو تا قدم زدنمون توی بارون و طوفان شیکاگو و در نهایت کلی برنامه‌ریزی برای گرفتن عکسمون توی اسکای دک که غروب خورشید رو عکس بگیریم و در نهایت از 1000 تا عکسی که من ازت گرفته بودم هیچ کدومش غروب خورشید معلوم نبود. در نهایت خواستم بگم که توی ونکوور با تو به من خیلی خوش گذشته. هر جای ونکوور رو نگاه میکنم یه خاطره با هم داریم، از راه رفتنامون یا دویدنامون گرفته اینجا تا اون شبی که وسط شهر بورس گذاشتیم، اون روزی که با هم دیگه دوست شدیم، خیلی اتفاقی هم یه جا دیدیم، بعد شروع کردیم کلی راه رفتن، بعد رفتیم چیزکیک خوردیم، بعد رفتیم خونه تو بهم شام دادی. خاطرات عجیب غریب زیاد داریم و اینکه توی این مدت من خیلی خوششانسم که تو دوست من بودی. میدونستم هر وقت به کمک احتیاج داشته باشم میتونم رو تو حساب کنم و واقعا بابت این خودم خوششانس میدونم. اول از همه این که خیلی خوشحالم توی زندگیم هستی، از ته قلبم اینو میگم. دوستی مثل تو با اون قلب مهربون، کیر کردنات، اینکه به فکر آدمی، خیلی خیلی برای من اینو ارزش داره. شبایی که تو صبح با هم حرف میزدیم و صبح خوابالود بلند میشدیم، صبحونه میخوردیم، بعد بدو میرفتیم جاهای دیگه، اینا همه برای من خاطر از خاطرهای خوب از تو. مثل یک فامیلی ممبر واقعا میمونی. وقتی بهت میگم مثل خواهر کوچیکترمی، واقعا مثل خواهر کوچیکترمی، دوستت دارم خیلی زیاد. گفتم برات پیام بدم. خیلی برات خوشحالم داری میری متا کار کنی، شرکتی که خیلی آرزو دارن توش کار کنن. داری میری آمریکا، سیاتل، یه شهر خوب، کلی اتفاقای خوب، کلی دوستای خوب، نه بهتر از ما ولی خوب قراره پیدا کنی. کلی اتفاق قشنگ برات بیفته که حتی فکرش هم نمی کنی. میدونم که از پسش برمیای چون تو لایق بهترینایی. مواظب خودت باش، قدر خودتو بدون که ما دوستت داریم، دلمون واسه تنگ میشه. هر سمتی از ونکوور نگاه میکنم با تو خاطره دارم. یادته که اومدیم این پل معلق با هم دیگه خاطراتی که داشتیم در هکتون آلمان که رفتیم و اون هکتونی که با هم دیگه بردیم. یادته که رفتیم یه کافی شاپ و اون دستگاه قهوه ساز اون بنده خدا رو با اون رباتایی که هک میکنی اشتباه گرفته بودی. Mind Hackers.
خاطرات خوبی داشتیم، با هم رقصیدیم تو بهمونیا و اینکه خرده هامون آهنگ خوندنامون توی ماشینه خیلی همیشه خاطرات قشنگی بود و مطمئنم که با هم بازم خاطره قشنگی. مریم جان برات بهترین ها آرزو میکنم. متا کوین تا الان حسابی زحمت کشیدی، به نتیجه چیزی که لایقش بودی رسیدی. مطمئنم که از این به بعدم کلی موفقیت های بیشتر، خبرهای خوب بهمون میدی. برو حسابی بهتر کن، میری کلی یاد میگیری، میای برامون تعریف میکنی. مراقب خودت باش. امیدوارم که توی مسیر زندگی موفق باشی، همونطور که تا الان بودی. فصل زندگیت اینجا شیرین‌تر و بهتر بشه از همیشه و خوشحال و شاد. مرسی که هستی. امیدوارم همیشه تو مسیر زندگیت بدرخشی، همیشه اتفاقای خوب رو با هم دیگه جشن بگیریم. میبوسمت. مطمئنم کلی اتفاقای خوب قراره برات بیفته. خیلی دوست دارم. امیدوارم که توی سیاتل برات کلی اتفاقای خوب بیفته و کلی تجربه های جدید داشته باشی. یه مسیر تازه شروع شده. خیلی مسیر خوبی رو تا الان اومدی، بعد از این هم انشالله همینجوری با موفقیت ادامه میدی و کارهای بزرگتر میرسی. مطمئنم کلی اتفاقات خوب در انتظارت، قراره بری کلی چیز یاد بگیری و با کلی تجربه برگردی پیش ما. موفق باشی. برای تو بهترین ها رو میخوایم و مراقب خودت باش.